که موږ تاسو پروگرام سی آی تی را شروع کرده بودیم تقریبا 5 ماه پیشتر که در ما شما ویندوز خواندیم که چیکاره بود؟ آپریتینگ سیستم بود که اگر ویندوز در کامپیوتر نباشه این سافتوری که ما شما خواندیم از او استفاده کردن نمیتونیم. آپریتینگ سیستم است که کامپیوتر یا هاردویر قابل استفاده میگردن. بعد از اون ما شما مایکروسافت ورد خواندیم که کارشان چی بود که ورد پروسسور است در ما شما اپلیکیشن و داکومنت جور میکنیم. و بعد از اون باز اکسل خواندیم که سپریدشیت پروگرام است. سپریدشیت هر پروگرامی که در متمتیکال و لوجیکال کارشه او را سپریدشیت میگن. بعد از اون پاورپوینت خواندیم که پرزنتیشن بود که در ما شما پرزنتیشن هم جور کردیم. و باز مایکروسافت اکسس خواندیم که دیتابیس پروگرام بود و در دیتابیس هم جور کردیم. و آل پروگرام کورل را خواندیم که پروگرام دیزاینینگ بود که در لوگو و بنر و چیزا را ما شما دیزاین کردیم و یاد گرفتیم. حالا میریم در پروگرام HTML. HTML وبسایت دیزاینینگ پروگرام هستن. کورل را که بود گرافیکس دیزاینینگ بود و HTML باز وبسایت دیزاینینگ پروگرام هستن. وبسایت امی فیسبوک خواهم اگه بلد هستن هم اگه استفاده میکنن. فیسبوک چی است؟ خودش یک وبسایت هستن. مثلا ایمیل که استفاده میکنن جیمیل یا هو یک کلی چیزا وبسایت هستن. دیگه HTML چی کار میکنه؟ وبسایت دیزاینینگ پروگرام هستن. وقتی که ما شما وبسایت دیزاین میکنیم یک صفحه اینترنتی را ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از HTML دیگه مو بیسیک پروگرامش است. از شروع که وبسایت دیزاینینگ شروع میکنی اول پروگرامشون چی است؟ HTML است. وب دیزاینینگ هم بسیار زیاد پروگرام داره. به خاطر که وبسایت مختلف هستند که سیمپل هستند، استاتیک است، داینامیک است، بسیار اقسام داره که چقدر پیشرفته وبسایت باید داشته باشی و چقدر باید پیشرفته پروگرام ها را استفاده کنی و باید یاد داشته باشین. شروعشان از چی هستند؟ از HTML هستند. خب HTML وب دیزاینینگ پروگرام هستن. میم وب با تعریف میکنیم که وب چی است. اول است وب پیج. وب پیج چی را میگه؟ اینترنت پیج is called وب پیج. اما خود صفحه اینترنت ها وب پیج میگه. صفحه اینترنت هر سفر که باز میگیره. مثلا صفحه فیسبوک آواز کردی یک وب پیج هستن. یاهو را باز کردی یک وب پیج هستن. هر وبسایتی که باز میکنین صفحهشون چی هستن؟ وب پیج هستن. بعد از اون وبسایت است. وبسایت باز the collection of web pages is called website. یعنی چندین وب پیج که یک جای شوه مجموعشان چی میگه؟ وبسایت میگه. مثلا ما شما میگیم که فیسبوک وبسایت هستن نه؟ خود این صفحه اول صفحهش یک وب پیج است. وقتی که یک چیز کلیک میکنی یک صفحه دیگه باز میشه. مثلا پروفایل یک نفر کلیک میکنی در دیگه صفحه باز میشه. مثلا عکسایش کلیک میکنی در دیگه صفحه باز میشه. ویدیو را کلیک میکنی در دیگه صفحه باز میشه. هر چیز در یک صفحه جدا باز میشه. یعنی کلش یک وب پیج هستن که کل مجموعه چی میگن؟ وبسایت میگن. وقتی که ما شما یک وبسایت جور میکنیم، مثلا وبسایت این اداره را جور میکنیم، در معلومات درباره CIT در یک پیج میندازیم، معلومات استادان در دیگه صفحه، معلومات شاگردان در دیگه صفحه، معلومات درباره خودی کورس چی وقت تاسیس شده کی هستن این در دیگه صفحه. این صفحه را که یک جای میکنی این چی میگه؟ وبسایت میگه. یک صفحه وب پیج شد مجموعشان باز وبسایت هستن. HTML چی را جور میکنه؟ وبسایت دیزاینینگ پروگرام است که ما شما وبسایت دیزاین میکنیم. خود HTML چی مونه؟ HTML هایپر تکست مارکاپ لنگویج. HTML H هایپر تکست مارکاپ لنگویج. هایپر خود لینک میگه. وقتی که پوینتر مثلا در صفحه فیسبوک یا دستی کرسر در یک جای می نشان دست جور میشه و کلیک میکنی یک صفحه باز میشه. این را هایپر میگن. تکست مارکاپ لنگویج. این ابریویشن HTML هستن که این خودش یک لنگویج هستن، یک زبان هستن. زبان چی؟ زبان وبسایت دیزاینینگ هستن. این پروگرام ها رو که جور میکنیم، مثلا اگر ما شما دیتابیس جور میکنیم، برای از پروگرامینگ مختلف زبان ها دیگه داریم. برای وبسایت دیزاینینگ هم ما شما مختلف زبان ها داریم که در اون زبان وب دیزاینینگ میشه. که از جمله اولشان چی است؟ HTML است که ما شما دی وبسایت دیزاین میکنیم. دیگه HTMLش وب دیزاینینگ پروگرام یا وبسایت دیزاینینگ پروگرام. فهمیدین؟
HTML چی کار میکنه؟ در این وبسایت دیزاینینگ میشه. وبسایت چی است؟ مجموعه وب پیج هستن. وب پیج چی است؟ خود یک صفحه اینترنت وب پیج میگن. فهمیدین تا اینجا؟ میریم یک صفحه اینترنت جور میکنیم. پیش از اینکه یک وب پیج جور کنی، همیشه کوشش کنین که یک فولدر یا یک درایو مشخص داشته باشین که کل فایل‌هایتون یک جای باشه. چون ما شما گفتیم که وبسایت کی است؟ مجموعه وب پیج هستن، از اینترنت صفحه هستن. وقتی که وبسایت جور میکنی باید یک پیج جور کنی. دیگه کلش اگه در یک فولدر منظم باشه، باز خوب بهتر می باشه. برای ما کل فایل ها کل چیزا معلوم می باشه. در لینک و در اجزا هم مشکل نمیاد. دیگه میم فرض مثال ما اینجا یک فولدر جور میکنیم در به نام بریا وبسایت. وبسایت جور کردیم در اینجا کل فولدر جور کردیم به نام بریا وبسایت. در اینجا که وبسایت جور میکنیم کل وب پیجا رو در کجا دیزاین میکنیم؟ در اینجا میمونه میشه. یک فولدر جور شد. حالا میریم یک وب پیج جور میکنیم. وب پیجی که جور میکنیم در کد HTML که ما شما گفتیم یک زبان هستن. کدش همیشه ما شما چی استفاده میکنیم؟ پروگرام نوتپد استفاده میکنیم. وقتی که ما شما یک اینترنت پیج جور میکنیم کدشون در کجا نوشته میکنیم؟ دیگه کد ادیتورها هم هستن، مختلف سافت‌ورها هستن که به خاطر این کد استفاده میشه. خب اگه نباشه ما شما باید از چی استفاده کنیم؟ از نوتپد استفاده میکنیم. بهتره هم از به خاطر یاد گرفتن بهتره می است که ما شما از نوتپد استفاده کنیم تا که کل کدها و کل چیزا رو بفهمیم که چه رقم یک صفحه رو جور میکنیم. خب این صفحه ما فعلا واز کردیم. در اینجا همیشه از این قوس ها استفاده میکنیم. قوس واز شد قوس؟ این قوس ها رو این را تگ میگه. تگ HTML کد هر لاین را تگ میگه. وقتی که ما شما یک لاین کد نوشته میکنیم او را ما شما چی میگیم؟ تگ. دیگه این تگ کی از این قوس ها نوشته میشه. اینجا نوشته میکنیم که HTML این شروعش است. این شروع تگ است. در اینجا باز هم چیز نوشته میکنی فقط یک قوس میتی باز HTML نوشته میکنی. هر وبسایت که هر اینترنت پیج که جور میکنی در اول سر و در آخر سرش باید این تگ می باشه. در شروعشون چی نوشته می باشه؟ HTML، در آخرشون باز HTML کردیم اسلش. اسلش به این معنی که از اینجا کد HTML شروع شد و اینجا ختم شد. این اسلش معنای ختم داره. در هر تگ این اسلش در آخرش می باشه. با این معنی که این تگ از اینجا شروع شد تا اینجا تا این قدر باید موثریت داشته باشه، بعد از این باید نداشته باشه. دیگه این چیزا رو نوشته میکنیم. خب این را که نوشته کردی فعلا یک سیو شم میکنیم. سیو در کجا باید سیو کنیم؟ فولدر ما در کجا بود؟ در مای کامپیوتر، در ای درایو به نام بریا وبسایت. این صفحه را به نام چی ثبت میکنید این فولدر؟ هر نامی که میتیم. مثلا ما فعلا نام میتیم بریا. باز دات HTML کتشان میتین. HTML اکستنشنشون باید چی باشه؟ HTML باشه. اگر ما شما اکستنشن HTML نتیم از این اینترنت پیج جور نمیشه. یک ساده یک نوتپد فایل می باشه. پس که باز میبینید در نوتپد باز میشه. از این خاطر ما شما باید اکستنشن کتشان چی بتیم؟ HTML یا HTM. تنها HTM هم میشه HTML هم میشه. خب باید HTML بتیم. سابق که بود HTM بود. در ورژن 5 HTML باید باشه. HTML کتشان نوشته میکنیم. سیو میکنیم. این فایل سیو شد. حالا اگه این رو ما کلوزم کنم، اگر میریم در مای کامپیوتر، در ای درایو، در بریا وبسایت، سعی یک صفحه اینترنت است یا نه؟ اگه این رو ما واز میکنیم در کدام سافت‌ور واز میشه؟ فعلا سعی کنید کنه کروم گرفته. به خاطر براوزینگ اینترنت که استفاده میشه وبسایت ها رو که واز میکنید این واز میشه نه؟ حالا اگه این رو ما واز میکنیم دبل کلیک کنیم سعی کنید اونجا واز میشه. سافت‌ور کروم واز شد. خب فعلا هیچ چیز نیست. چرا چیز نیست؟ که هنوز ما شما چیز دیزاین نکردیم، چیز نوشته نکردیم نه؟ از خاطر چیز نشان نمیدم. خب این پس کلوز میکنیم. فعلا این کجا واز میشه؟ در کروم واز میشه. خب ما شما باید از این اینترنت اکسپلورر در شروع در استفاده میکنیم. این رایت کلیک میکنیم، اوپن ویت میگم در چی باید اوپن شود؟ اینترنت اکسپلورر. کلیک میکنیم، بازم واز میشه، بازم چیز نداره. از خاطر چیز نداره هیچ چیز نشان نمیدم. خب اینو مینیمایز میکنیم که اینجا می باشه. کدشون کجا بود؟ باش که اینم کلوز کنم، فعلا سیو کنم. HTML definition شد. خب این رو باز کردیم، یعنی اینجا هستن. کدش هم پس میاریم. کدش که میاری رایت کلیک در خود صفحه. اینجا ما شما چی رو کلیک میکنیم؟ ویو سورس. تا که کدش رو نشون بده. ما شما که نوشته کرده بودیم. چی نوشته کرده بود؟ HTML شروع شد. HTML ختم است. دیگه چیز نیست. اینجا کلمات تغییرات میاریم سعی ادیت کردن نمیتونیم فعلا. باز چی میگیم؟ راستن از اینجا ما میتونیم سر از رایت کلیک کنیم، اوپن ویت
در چی رو اوپن کنیم؟ در نوتپد. پس چیش میه؟ کدشان میه. حالا ما شما در این نوتپد کدش داریم و در اینجا کی است؟ اینترنت پیج ما هستن. یعنی اینجا که ما در کد تغییرات میارم کجا باید چک کنیم؟ در اینجا باید چک کنیم. اینجا کدش نوشته میکنی، دیزاینش جور میکنی و اینجا برات نشان میده. خب فعلا ما ایران نوشته کردم. HTML شروع شد، HTML ختم شد. این صفحه وبسایت ما که است در 200 تقسیم شده. این صفحه وبسایت چند صد تقسیم شده؟ 200. همیشه هر وب پیج چند صد داشته می باشه؟ 200 داشته می باشه. یکی به نام هد سکشن است، یکی به نام بادی سکشن است. اینجا نوشته میکنیم. اول هد سکشن میه. نوشته میکنیم که هد. قوس بسته اینجا سلش میدیم. هد. چی مانا؟ که از اینجا هد شروع شد؟ نه اینجا ختم شد. بعد از هد باز چی میه؟ بادی. بادی شروع شد؟ بادی ختم شد. اسپل باید دقیق باشید. اگر اسپلتون غلط بود باز کد خود نمیکنه. این رو سیو میکنیم. خب اینجا پس مییم. هد ما از کجا تا کجا میشه؟ از اینجا تا اینجا این را هد میگن. این از اینجا تا اینجا باز بادی هستن. این مابینشون کلش بادی هستن. از این خاطر ما تگ اینجا نوشته میکنیم که اگر ما در اینجا تغییرات میاریم یا بدون از این تغییرات باز استایل ها رو جور میکنیم، او را در داخل اینی از اینجا شروع اینجا ختم داخل از این نوشته کنیم. اگر در اینجا تغییرات میاریم باز داخل کجا نوشته کنیم؟ بادی شروع بادی ختم. از این خاطر این تقسیم شد. این رو سیو میکنیم. فرض مثال ما کجا تغییر میاریم؟ ما میخوایم که اینجا اگینوان بدم. مثلا وبسایت فیسبوک آواز میکنن اینجا چی نوشته می باشه؟ فیسبوک نوشته می باشه. جیمیل آواز میکنن اینجا جیمیل نوشته می باشه. خب فعلا از ما شما چی نوشته هستن؟ و ما آدرس نوشته است در جایی که فولدرشان است. این فایل است. این فایل در کدام درایو هستن؟ در این درایو در فولدر بریا وبسایت به نام barya.htm هستن. خب ما این نامش چنج میکنیم. نامی که چنج میکنی چون در هد هستن باید تگشان هم در کجا نوشته شود؟ در هد نوشته شود. چی رقم؟ این قسم. تایتل. تایتل شروع. تایتل ختم. تایتلش باید چی باشه؟ این اینجا نوشته میکنی. مثلا ما تایتلش نوشته میکنیم. آلی رو باید سیو کنین. شورتکت کنترل از سیو نه. باز پس می ایره ریفرش میکنین. F5 ریفرش میکنین. سکی این وان چی نوشته شد؟ میبینید؟ اون آدرس و چیزا گم شد. راستن اونجا نوشته شد. دیگه وقتی که تغییرات در هد می آوردی باید در داخل هد شروع شد، هد ختم شد. در اینجا اینی تگ تایتل نوشته شد. اگه این وانش چی میکنی؟ پس آن دیگه چیزا رو میخوانیم که باز در هد ما شما استایل ها و چیزا رو جور میکنیم مورد اینجا. خب فعلا میایم در این صفحه باز تغییرات میاریم. مثلا چی تغییر میاریم؟ اینجا یک پاراگراف نوشته میکنیم. پاراگراف ما شما در ورد خواندیم تا که اینتر نزنی کلش یک پاراگراف میه. مثلا اینجا یک عنوان نوشته میکنیم که یک پاراگراف. خب او را در کجا باید نوشته کنیم؟ در بین بادی. بادی اینجا شروع شد، اینجا ختم شد. اینجا باید نوشته کنیم. به خاطر عنوان اگه عنوان نوشته میکنیم، ما نوشته میکنیم در قوس H1. H1 معنای هدینگ 1 داره. وقتی که ما H1 نوشته کنیم HTML او را به چی تبدیل میکنه؟ به هدینگ 1 تبدیل میکنه. یک لنگویج است نه که تو جور شده که وقتی کس H1 نوشته میکنه تو به هدینگ 1 چنجش کو. وقتی که کس تایتل نوشته میکنه تو اینجا عنوان اضافه کو. این لنگویج است نه. دیگه ما هدینگ 1 نوشته کنیم که عنوان با سایز چی بگی؟ هدینگ 1. چی مثلا نوشته باشه بریا اینستیتوت. هدینگ 1 ختم. امی خط در بین H1 ختم که من اینی را هدینگ 1 بساز دیگه‌ایش نه بساز. باز به خاطر تغییرات این را باید سیو کنی. به خاطر سیو کنترل اس و اینجا که تغییرات بیاید باید ریفرش کنی. شورتکت ریفرش F5 است. F5. کجا این وان نوشته شد؟ در کجا نوشته شد؟ در بادی. و استایلشون چی است؟ هدینگ 1 است. چون ما شما اینجا برشان چی گفته بودیم؟ H1. اگر خط ساده میخوایم مثلا زیر اینی هدینگ 1 ما پاراگراف ساده را میخوایم که بیایم. زیر کجا بیاید؟ زیر هدینگ 1. کدش هم باید زیر هدینگ 1 نوشته کنی. او را چی نوشته میکنی؟ پی نوشته میکنی. پی مانو پاراگراف. وقتی که HTML پی نوشته میکنی HTML را به پاراگراف چنج میکنه. مطلب تو پاراگراف است. خب اینجا پاراگراف چی مثلا اینی باش که اینی رو کپی کنم. تایتلش نه تنها این خطش. اینجا پیست کنم. خب این پاراگراف ما بس است. اینجا داخلشون باز سلش پی که پاراگراف ما از اینجا شروع شد تا اینجا. به خاطر سیوش کنترل اس و به خاطر اپلای کردن F5. تکوی هدینگ 1 شد این.
اگر ما شما اینی تگ نداشته باشیم، مثلا هدینگ 1 اینجا ختم شد، اگه این ختم نباشه این رو ما سیو میکنیم، کنترل اس میکنیم، سکوی کلش چی شد؟ هدینگ 1 گرفت یا نه؟ چرا گرفت؟ با خاطر که من اینجا برش گفتم که هدینگ 1 اینی تگ شروعش هست، ختم نداره. وقتی ختم نداره زیرش که چیز باشه کلش هدینگ 1 میشه. از این خاطر من اینجا میتونم که نه تا اینجا باید هدینگ 1 باشه، بعد از اون هدینگ 1 نمی باشه. حالا سیو میکنیم، پس ریفرش میکنیم تا تا اونجا هدینگ 1 میشه، بعد از اون باز هدینگ 1 نیستن. از این خاطر کلی چیزا شروع و ختم داره که از اینجا تا اینجا باید اینی چیز باشه، بعد از اون نباشه. از این خاطر ما شما سه کلی چیزا داریم، تایتل شروع، تایتل ختم. اگه اینی تایتل ختم نداشته باشه، با زیر از این چیز میاد وارم کلیش تا چی میگیره؟ تا تایتل میگیره. از این خاطر ختم داره. یعنی همینجا که ما شما هدینگ 1 بیشتر باز تشریح کردیم که اگه اینجا ختم نباشه، زیر از این چیز باشه وارم دا هدینگ 1 میگیره. فهمیدین؟ از این خاطر هر تگی است، هم شروع داره و هم ختم داره که مثلا اینی پاراگراف از اینجا شروع شد تا اینجا پاراگراف ختم. زیر از این که باز هر چی نوشته میکنیم او باز پاراگراف نمی باشه، او باز هر تگی که نوشته کنیم اون تگ می باشه. فهمیدین تا اینجا؟ نیست مشکل؟ بس همین خبر.